در صحیح مسلم آمده است که عبدالرحمن بن سموره رضی الله عنه گفتند که قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به من گفتند که لا تسأل الاماره فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ای عبدالرحمن، وظیفه را نپرس، وظیفه را طلب نکن. مرا قاضی گذارید، مرا مفتی مانید، یا روید برای من فلان وظیفه را خریده دهید، واسطه نکو، وظیفه را طلب نکن. یا خود از راهبر به من فلان وظیفه را ده گفته طلب نکن. یا عبدالرحمن لا تسأل الاماره، وظیفه را نپرس. فإنك إن أعطيتها عن مسأله، چون که اگر تو وظیفه را داده شوی به سبب پرسیدنت، وظیفه طلب کنی ثانی داده شوی، وکلت الیها، الله تعالی تو رو به همون وظیفه می سپارد. و این اعطیتها من غیر مسئله، اگر نپرسیده داده شوی، مردم طلب کنند یا خودی مثلا از طرفی مثلا دولت داده شوی همین وظیفه را، حالا که تو طلب نکردی، اعنت علیها، در این حالت تو یاری داده می شوی. بنابراین یکی از علما وقتی که به یکی از مسجدهای بزرگ امام خطیب تعیین می شوند، میپرسند که چه خیل همین شما به این مرتبه رسیدید، امام شدید، مگر شما طلب کردید؟ میگن که من حتی از الله تعالی نه طلب نکردم. برای چی؟ برای آنکه ظاهری سخنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگوید که اگر تو وظیفه پرسیدی، نگفت که از کی پرسیدی، اگر تو وظیفه رو پرسیدی یاری داده نمیشوی، به همون وظیفه الله تعالی حوالت میکند. لیکن اگر وظیفه نپرسی الله تعالی دهد، در این صورت تو یاری داده میشوی. وای بهار آنهایی که وظیفه رو پاره داده میخرن، علل خصوص وظیفه دینی را.